به مرکز این صفحه نگاه کنین. شما کم کم داره خوابتون میگیره. نه، شوخی کردم. نمیخوام هیپنوتیزمتون کنم. ولی آیا درون این حلقه رنگ میبینین؟ اگه میبینین چشمتون دارن شما رو گول میزنن. توی این دیسک تنها 2 رنگ سفید و سیاه وجود داره. چشمای شما همیشه دنیا رو به شکلی که یک دوربین ضبط میکنه نمیبینه. در واقع چند تفاوت عمده بین این دوتا وجود داره که به آناتومی چشم شما، نحوه کارکرد مغز و بخشای جانبی اون یعنی شبکیه چشم مربوط میشه. بیاین با بعضی از شباهت‌های این دوتا شروع کنیم. هر دوتا عدسی دارن که نور رو متمرکز میکنه و حسگرهایی دارن که نور رو ضبط میکنه. ولی بازم این دوتا بخش طرز کار متفاوتی دارن. عدسی دوربین برای اینکه روی شیئی که به سمتش میاد متمرکز بمونه حرکت میکنه، در حالی که بخش‌های مشابه توی چشم شما برای این منظور تغییر شکل میدن. اکثر عدسی‌های دوربینا آکروماتیکه، به این معنی که هر دو نور آبی و قرمز رو توی یک نقطه متمرکز میکنه، در حالی که چشم شما متفاوت عمل میکنه. وقتی نور قرمز تابیده شده از یک جسم در حالت متمرکز باشه، نور آبی متمرکز نخواهد بود. پس چرا اشیا همیشه نیمه تار نیستن؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به نحوه ضبط نور توسط دوربین و چشم شما یه نگاهی بندازیم. گیرنده‌های نور. سطح حساس به نور توی دوربین تنها یک نوع گیرنده نور داره که به طور یکسان روی سطح فوکوس کننده پخش شده. یه صفحه منظم از فیلترهای قرمز، سبز و آبی روی نوک گیرنده‌های نور قرار گرفتن و باعث میشن که گیرنده‌ها به شکل انتخابی نسبت به نورهای طول موج بلند، متوسط و کوتاه عکس‌العمل نشون بدن. از سوی دیگه شبکیه چشم شما چندین نوع گیرنده مختلف نور داره. معمولاً 3 گیرنده برای وضعیت نور معمولی و تنها یکی برای وضعیت نور کم، که البته به همین دلیله که ما توی تاریکی دچار کوررنگی میشیم. برخلاف دوربین ما تو نور معمولی هیچ احتیاجی به فیلتر رنگی نداریم. به این دلیل که گیرنده‌های نور چشم ما خودشون نسبت به طول موج‌های مختلف نور به شکل انتخابی عمل می‌کنن. همچنین در تضاد با دوربین، گیرنده‌های نور تو چشم شما به شکلی نابرابر توزیع شدن و هیچ نوع گیرنده‌ای برای نور کم توی مرکز چشم شما وجود نداره. به همین خاطر به محض اینکه مستقیما به ستاره‌های کم نور نگاه کنید، ناپدید میشن. علاوه بر اون توی وسط شبکیه تعداد بسیار کمی از گیرنده‌های رنگ آبی وجود داره. به همین خاطره که شما متوجه تصویر آبی رنگ پریده‌ای که پیشتر دیدین نشدین. با این حال شما باز هم رنگ آبی رو می‌بینین، به این خاطر که مغز شما به وسیله رنگ زمینه اون رو کامل می‌کنه. علاوه بر اون کناره‌های شبکیه چشم گیرنده‌های نسبتاً کمتری برای هر کدوم از طول موج‌های نور داره. بنابراین تیزبینی و توانایی دیدن رنگ از مرکزیت دید ما به سرعت کاهش پیدا می‌کنه. بخش دیگه‌ای هم تو چشم ما به نام نقطه کور وجود داره که توی اون هیچ نوع گیرنده نوری وجود نداره. ما متوجه کمبود بینایی توی این نقطه نمیشیم، چون دوباره مغز ما جاهای خالی رو پر میکنه. به معنای واقعی ما به وسیله مغزمون میبینیم، نه چشممون. و به این دلیلی که مغز ما که شامل شبکیه چشمم میشه بسیار درگیر این فراینده، ما مستعد توهم دیداری هستیم. این هم یه توهم دیگه است که توسط خود چشم ایجاد میشه. آیا مرکز این عکس ناپایدار و لغزان به نظر میرسه؟ علتش اینه که در واقع چشم شما بیشتر اوقات به آهستگی در حال جنبیدنه. اگه این جنبش وجود نداشت، حس بینایی شما در نهایت از کار میافتاد، چرا که اعصاب موجود توی شبکیه چشم به تصویر ثابتی که داره کیفیت ثابته عکس‌العمل نشون نمیده. و برخلاف دوربین، زمانی که با چشمتون حرکت بزرگی رو دنبال میکنید، بینایی شما به طور موقت قطع میشه. به همین دلیله که وقتی شما توی آینه به چشمای خودتون از یکی به اون یکی نگاه میکنید، نمیتونید حرکت اون رو ببینید. دوربین‌های فیلمبرداری میتونن جزئیاتی رو ضبط کنن که چشم ما اونا رو نمیبینه. مثلا اشیای دور رو بزرگنمایی کنن و اون چیزی که میبینید رو به درستی ضبط کنن. در عوض چشمای ما قابلیت سازگاری فوق‌العاده بالایی دارن که نتیجه صدها میلیون سال تکامل اونها به همراه مغزمونه. پس چه عیبی داره که همیشه نتونیم دنیا رو دقیقاً به همون شکلی که هست ببینیم؟ توی تماشای برگای ثابتی که در حال تکون خوردن توی نسیم خیالی هستن، لذت خاصی وجود داره. و شاید خود این یه برتری توی تکامل ما باشه.